سلام عرض ادب خدمت تمام بیننده های گرامی. آرزومند هستم جور و صحتمند باشید و لباس عافیت در تن داشته باشید. در برنامه امروزی آمدیم به دره فرشغان که به نام سویزرلند هم یاد می شود. میخوام یک برنامه برای شما داشته باشم از دره زیبای فرشغان. میریم به بازار فرشغان و دیگر قریجات فرشغان. میخوایم همیشه برای شما معرفی بگیرم. امیدوار هستم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید و از مزایای برنامه لذت ببرید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، دوستای عزیز، آمدیم در قشلاق به نام اسکینی. شما که در تصویر میبینی این مسجد است و در داخل از یکی از برای شاگردان این منطقه درس داده میشه. میرم با مسئولین از اینجا کاروسازای اینجا گپ میزنیم که چی مشکلات دارن و با کدام مشکلات یا روبرو هستن. ما را تا پایان برنامه همراهی کنید. میریم به داخل از این مکتب هم است، مدرسه هم است. میرم مرتوش یک معلومات میگیریم. اینجا مدرسه شهید عبدالرازق است و این تعمیر که میبینیم این هم مسجد جامع مردم اسکینی که مربوط به نیلخان میشود. و شما چون تصویر میبینید که این منطقه با نبود تعمیر مکتب مشکلات زیاد دارد، چون کمبود استادان و نبود تعمیر برای شاگردان. دیگه برای بحث با استاد با مسئول امی مدرسه گپ میزنیم. امیدوار هستم از برنامه خوشتان بیاد. عزیز اینجا قاری صاحب محترم همراه است ما استاد است. سلام علیکم قاری صاحب، خدا معرفی کنید. و علیکم السلام، جور هستی بخیر هستی. خودم قاری محب الله در این مدرسه شهید عمرو عبدالرازق استاد مدرس هستم. این مکتب است یا مدرسه؟ مدرسه است. مدرسه شهید عمرو عبدالرازق است که تعلیمات اسلامی و عصری اردوش خلط است. دیگه تدریس میشه. این مسجد جامع هم است. مدرسه تعمیر نداره، خب لیکن به خاطر نبود جای ما در مسجد جامع تدریس میکنیم. از طرف دولت برای شما تعمیر نداده شده، یعنی تعمیر است یک جایش هست خود جور نشده؟ از طرف دولت بر ما تعمیر داده نشده، خب لیکن مردم قوم بر ما یک زمین به خاطر مدرسه وقف کردین، خب لیکن تا به حال تعمیر جور نشده. اینجا بچه ها امتحان داره. این درسای مکتب به خیلی میخوانن؟ بله. تا صنف چند اینجا بچه ها درس میخوانن؟ از صنف اول الی تا صنف 9 تدریس میشه. تا صنف 9 در مدرسه تدریس میشه. بله. چند صنف داری باز؟ ما 9 صنف داریم. 9 صنف. تنها اینجا بچه ها درس میخونه یا طبقه ذکور درس میخونه؟ طبقه اوناس هم هست؟ طبقه ذکور است. ما یک مکتب دیگه به نام نسوان نیلخان داریم که او در بیرون مسجد است. اوج دخترها درس میخونن. و تعمیر داره باز؟ نه، وام تعمیر نداره. وام تعمیر نداره. نه بله. باز او تا صنف چند است؟ او تا صنف 6 است. تا صنف 6 بله. استادا اینجا هست نیست؟ کمبود استادا داره نداره؟ بله، ما در تمام شعباتی که 9 شعبه داریم 2 استاد داریم. 2 استاد؟ بله. بیننده های گرامی، 2 استاد به خاطر 9 صنف در اینجا در مدرسه عمرو شهید عبدالرازق اینجا تدریس میکنه. دیگه خیلی سخت است. چه فکر میکنه استاد محترم این مشکل که برای شما چقدر وقت میشه که این مشکل شما داره؟ این مشکل از سال 92 به ایسو. امی تشکیل مدرسه در کدام سال شده؟ در 92. 92. بله. تا این حال ابو 2 بستی است که 2 بسته است بس. بسم به 9 2 تا استاد. بله. والله خیلی مشکل است. باز طبقه اوناس باز چطور میکنی؟ در طبقه اوناس بازوج 3 استاد داریم تا صنف 6. باز اوناس است یا نه ذکور است استاد؟ یکی ذکور، 2 تا اوناس داریم. سه سوز. قاری صاحب سلامت باشید. تشکر. بخیر باشید. زنده باد. ما وقت دادید. تشکر. سلامت باشید. بیننده گرامی، همراه یک تا شاگردان گپ بزنیم. دیگه امیدوار هستم که به ما یک جواب بده. سلام علیکم. و علیکم السلام. نام چیست؟ عاشق الله. عاشق الله. دسم به چند هستی؟ 9. دسم به 9. اینا نام خدا بخیر. دیگه مکتب خلاص کردی. چند تا استاد داری؟ 2 تا. مشکلتان عمده، مشکل اساسیتان چی است اینجا؟ استاد کم بود. تنها استاد است؟ استاد ما دیگه صرف تعمیر است. تسم به نور که خلاص کنی
سن به 10 و 11 و 12 در کدام جای میخونی؟ دانکاره. دنکرک. او جلیس هستک؟ لیسی فرزان. خب تشکر. سلامت باشی. بخیر باشی. بینندگان گرامی این بود گزارش از مدرسه شهید عبدالرازق. با ما باشه میخوایم دیگه مناطق هم برای شما معرفی کنیم، مشکلات از این قاره مردم و جای دیدنی را تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. بینندگان گرامی ما آمدیم به مرکز بازار فرشغان. چون شما تصویر میبینید این بازار فرشغان است. بازار فرشغان که به نام دان کارک یاد میشود. کی طرف به نام دره کارک یاد میشه و بالاش کس چاشده و تیندی و پیتک و منجغان کماندوک و گلپور. دیگه ما میخوایم از اینجا براتون یک برنامه داشته باشم. همراه دکاندارات صحبت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دوستان عزیز ما در بازار دان کارک یاد میکنند که مرکز بازار فرشغان هم یاد میشه. اینجا یک دعایی صاحب از همراه ازی گپ میزنی ما چی پخته میکنیم به نظر ما سوپ است. کاکا جان اجازه است. السلام علیکم. السلام علیکم. بخیر آمدی. بخیر آمدی. سلامت باشی. بخیر باشی. خوب جورسی. اول اگه خودم معرفی کنی. ما هستم ولی محمد از قریه لیشنگ ولایت لغمان. حالی جا بود باش میکنی؟ بله اینجا باعث بیادر دکاندار هستیم و اینجا بیادر گلو خدا بکرم شب رو خاطر میکنیم دیگه. چی پخته میکنی جا؟ سوپ میپدیم بیادر گلو خدا بکرم بعد وقت کباب میپدیم اینجا بیادر مرچ مساله و بیادر ارمونه و دیگه کاسه و می چیزا را میفروشیم. امی سوپ تا ما را نشان بدی. نشان بدیم. که ببینیم من. خب صاحب. چه وقت میشه که کاروبار خود از سوپ یک 10 سال میشه و از کاروبار دیگه 20-25 سال میشه. خب این منطقه فرشغان کلش بلد هستی؟ کلش بلد هستم. این طرف که از به نام دان کارک است بخیر. این دان کارک است این کارک است این طرف. این طرف کارک است. بله صاحب. او بالا کدام قریه است؟ بالا دیگر میری صاحب چاشدر است. است. یا خاطری چرا تا ما قصه کردیم دکانداری. دکانداری خوب بسیار خوب چیز است. با برکت است. با عزت است. خوب سپاس تر بشی. او بیادر گلو خدا بگرم پیسه خودی میاد جیبت. همیش پیسه جیب از پیسه ډک است. کل پیسې فرشغان ته ګرځي. میگم چی جلغوزه شه شکم بسرک شه زیره شه حتی بیادر گلو خدا بگرم چارماغ شد اما چی ده بیادر گلو خدا بگرم. امی مردم فرشغان چی چیزا خوش داره که شما اینجا باش تیار کنید؟ چی چیزا مردم فرشغان خوش داره که بخوره؟ که بخوره؟ یعنی بیادر گلو خدا بگرم سوپ میخوره کما که پنیر نمیخوره. او برگر و بیادر گلو خدا بگرم دیگه می کباب و بعد چیزای لذت دار چیزا رو میخورن دیگه دانشان که با مزه شود. کباب و سیخ کباب جور میکنی؟ بله صاحب سیخ کباب جور. تشکر کاکا جان خوش باشی. بخیر باشی. بینندگان گرامی ما را همراهی کنید. ما در بازار دان کارک هستیم. با همراه دیگه دوستا هم گپ میزنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. دوستای عزیز چون که شما تصویر میبینید امتحانات در دره فرشغان سرسیر است که شما بچه‌ها رو میبینید از مکتب بسخشه. اینجا یک بیادر است. ما در خود بازار دان کارک هستیم. سلام علیکم بیادر جان. اول خودم معرفی کنید. و علیکم السلام. مرزا عزیز هستم از ولسوالی دولت‌شاه از منطقه نلخان. بازار ما نامش بازار منگلپور است. دیگه خوش آمدین. اینجا خود دکاندار هستی؟ بله خود دکاندار هستم. چی چیزا میفروشی اینجا؟ والا اینجا ما دیگه در دکان داریم میده سودا داریم آرد از برنج از روغن است دیگه از این پیش دیگه میده سودا دیگه خوراک چیزا خوراک فروشی است. این از لغمان میاری یا از دیگه جا؟ بله جنسا رو ما از ولایت لغمان میاریم بس دیگه اینجا که میاریم دیگه پرسونل است دیگه فضل خدا این درک است خیلی دراز این کاری است و چایدر است پیتک از این طرف و گمندوگ است بس فروشات ما سر از مردم دلخواه میباشه خوب از بد نیست ما خوراک فروشی است. چقدر وقت بار میری شهر به خاطر سودا آوردن؟ دا او فرق میکنه مختلف است در ما یک بار یا دو بار بعض وقت است که دو ماه بعد سه ماه بعد میریم دیگه فرق میکنه شرایطش دیگه. ما که دمی را آمدیم این سرک خیلی خراب بود.
امی تنها یک مشکل سرک است، نه دیگه مشکلات هم هست. والا مشکل سرک داریم، مشکل سرک زیاد است دیگه. بس دیگه مردم راستی در اینجا که امی 2 سال است که توجه دولت است که امی امارات اسلامی اومد از این پیش که دولت هم اینجا نیومدیم. خود مردم از سرک خود مردم جور کرده اینجا. دولت کی توجهش دیگه دو اندازه زیاد نیست. مکتبای هم که جور میشه، مدرسه جور میشه، جنب خود مردم شخصی از هم از اینجا. دیگه توجه دولت فعلا هیچ چیزی نشده. چند سال میشه که اینجا دکانداری میکنی؟ دکانداری ما 1 سال 1.5 سال میشه. این دکانای دیگه که از این دکانا 10 سال 15 سال میشه، 6 سال میشه، 7 سال میشه. دیگه از خود ما بعض جوانا از 1 سال 1.5 سال نو دکاندار هستیم. همینجا که تو دکانداری در کدام موسم، در کدام سیزن می دکانداری خوب رونق میاد یا بازارش می باشه؟ بازار دکانداری ما سیزن ما دیگه در تیر ماه است، وقت چهارمغز جلغوزه دی وقت است دیگه. در فرعی منطقه که ما مردم ولزوال دالاشا منطقه فرجغان هم داره، سیزن از در تیر ماه وقت جلغوزه و چهارمغز جلغوزه شاگک دیگه. وقت دیگه کم چیزی ما نداریم در فرجغان، هیچ چیزی نیست. تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید، بخیر باشید. این های گرامی ما از تصاویر درای فرجغان لذت میبرید. تا پایان ما را همراهی کنید.